توجه به تغییرات قیمتی بزرگ توی بازارهای مختلف طی یکی دو روز اخیر، امروز میخوایم بررسی کنیم ببینیم که آینده طلای جهانی، طلای داخلی، دلار، شاخص سهام و بیت کوین و بقیه بازارها میخوام به کجا برن و به رسم گذشته میریم اول یک نگاهی به قیمت‌ها طی یکی دو روز اخیر میندازیم. اونس جهانی تقریبا 2846 دلار داره معامله میشه. طلای 18 ایار هم 6,470,000 تومان هست. این عدد هنوز آپدیت نشده. و دلار آمریکا هم هولوش 92900 تا 93000 تومان داره معامله میشه. قیمت هایی که برای سکه و بقیه بازارها وجود داره، چه صندوق های طلایی باشن چه سکه و بقیه موارد، چون امروز جمعه بوده و آپدیت نشدن خیلی قابل اتکا نیستن. خب بریم یک نگاهی به دلار آمریکا بندازیم. یادتون باشه ما یک باکس تقریبا رنجی رو کشیدیم و خدمتتون عرض کردم که انتظار دارم توی این باکس رنج حرکت کنیم و همونطور که میبینید تقریبا طی، حالا من کندل رو فکر میکنم هیکنشی هستن، تبدیل کنم به کندل استیک. همونطور که میبینید کندل هایی که داریم توی این باکس قیمتی فعلا گیر کردم و هنوز نشونه هایی برای شکست رو بالا یا رو پایین رو ما نمیبینیم و به نظر میرسه چه خریدارها چه فروشنده ها دارن به یک توافق میرسن. با توجه به کندل های ضعیفی که طی تقریبا یک هفته گذشته داشتیم، دارن به یک توافقی میرسن که شاید دلار بهتر باشه تو این محدوده ها فعلا بمونه. یعنی تقریبا محدوده 90,000 تومان تا محدوده 94,500 تومان، 95,000 تومان عدد به نظرم عدد تعادلی هست برای دلار. نکته‌ای که باعث خدمتتون عرض کنم، ما موقعی که راجع به این قیمت تعادلی صحبت می‌کنیم راجع به آینده طلا صحبت نمی‌کنیم. شاید برای مثلا برای یک هفته آینده داریم صحبت می‌کنیم. اگه بخوایم یک مقدار ریزتر بشیم، همونطور که می‌بینیم مووینگ هایی که وجود دارن هنوز روند صعودی دارن برای ما و اگه قرار باشه که حرکت بزرگی رو پایین رو ما تجربه هم بکنیم، فکر میکنم که روی ناحیه 90,000 تومان یا 88,000 تومان ما بتونیم یک حرکت ریورسال رو تجربه کنیم. یعنی کل پارامترهای صعودی بودن هنوز برای ما پابرجا هستش و فکر میکنم که اگه چه از دیدگاه RSI چه از دیدگاه مکدی هم بخوایم به چارتمون نگاه کنیم، بیشتر داریم یک اصلاح زمانی رو تجربه میکنیم. هنوز کل پارامترهای صعودی بودن برای ما پابرجا هستن و هنوز ضعف بزرگی توی روند صعودی ما نمیبینیم که بیایم راجع به ریزش بازار صحبت کنیم. درسته اگه قرار باشه محدوده 89,000 تومان رو پایین با قدرت زیادی شکسته بشه، احتمالی که ما محدوده 85,000 تومان رو ببینیم خیلی زیاد میشه، ولی فعلا این اتفاق نیفتاده و هنوز هم توی اون کانال صعودی که رسم کردیم داریم سیر میکنیم و حتی اگه قرار باشه یک افت قیمتی هم داشته باشیم، برای مثلا به محدوده 88,000 تومان هم برسیم، اتفاقا هنوز روند صعودی برای ما کاملا پابرجا هستش. یک نگاهی به اونس جهانی بندازیم. ما اومدیم دو تا محدوده رو مشخص کردیم. یک محدوده 3000 دلار که خدمتتون عرض کردم فعلا انتظار این رو ندارم که محدوده 3000 دلار رو بالا شکسته بشه و محدوده تقریبا 2830 دلار رو. خب یک واکنش بسیار خوب به محدوده‌ای که مشخص کرده بودیم ما داشتیم، یک شادوی پایین رو هم تجربه کردیم، ولی این اتفاقی که طی 3-4 روز اخیر افتاد برای من نشون میده که روند ما احتمال خیلی زیاد بتونیم بگیم که یک روند ریورسالی شده. قدرت کندل هایی که ما داریم قدرت بسیار زیادی هستش. یعنی شما اگه بیاید مقایسه کنید بین کندل های صعودی که داشتیم و کندل های نزولی که داشتیم و شیبی که وجود داره، نشون میده که اونس جهانی تمایلش به ریزش خیلی بیشتر از حرکت صعودی هستش. دقت داشته باشید ما به محدوده بسیار مهمی رسیدیم. محدوده 3000 دلار محدوده به شدت مهمی هستش و شکست اون رو بالا هم نمیتونه به این راحتی ها باشه. خود من توی بازار فارکس موقعی که این کندل قدرتمند رو تقریبا 3-4 روز پیش دیدم، طی 1-2 روز اخیر فقط دنبال پوزیشن فروش بودم. حالا شادویی که امروز تجربه کردیم یک مقدار آدم رو میترسونه که فقط دنبال پوزیشن فروش باشه، ولی فعلا روندی که وجود داره برای ما کاملا روند نزولی هستش. اگه قرار باشه یک حرکت صعودی رو بالا رو هم حتی داشته باشیم و اگه قرار باشه یک همچین حالتی رو ما داشته باشیم، بیشتر یک حالت موج 5 صعودی هستش که بعد از اون یک ریزش بزرگ رو خواهیم داشت. برای من به شخص محدوده 50 RSI به شدت مهم هستش. اگه بیایم یک مقدار رو
نگاه کنیم محدوده RSI 50 رو پایین شکسته شده و شکست اون رو پایین با این قدرتی که وجود داره نشون میده که قدرت فروشنده توی بازار به شدت داره بالا میره. پس سنتیمنتی که ما توی بازار توی اونس جهانی داریم یک سنتیمنت و روند میتونیم بگیم که تمایل به نزول بیشتر از تمایل به صعود هستش. پس خیلی نبایستی انتظار حرکت عجیب غریبی رو داشته باشیم مگه اینکه اتفاق عجیب غریبی طی 1-2 روز اخیر بیفته، برای مثال جنگ اوکراین و روسیه شدت بیشتری بگیره و اون اخباری که مربوط به صلح جهانی هستش از بین بره. نکته دیگه که بایستی خدمتتون عرض کنم این هستش که انتظارات کاهش نرخ بهره آمریکا تو حدودی داره کمتر میشه طی 1-2 ماه آینده و فکر میکنم که طی خرداد یا تیر ماه انتظار این رو داشته باشیم که نرخ بهره دوباره کاهش پیدا کنه و همین امر کمک میکنه که این روند نزولی که ایجاد شده بتونه ادامه دار باشه. این نکته رو هم خدمتتون عرض کنم. یکی از نکاتی که بایستی حتما مد نظر قرار بدید خرید طلا توسط کشورهای مختلف به عنوان زینتی هستش. توی کشورهای مثل هند خرید طلا به عنوان یک دارایی زینتی تا حدود بسیار زیادی به دلیل قیمت‌های $3000 کاهش پیدا کرده و توی کل دنیا هم همین شرایط رو تقریبا داریم. پس تقاضا کم کم کاهش پیدا میکنه برای طلای زینتی. پس روند کلی اونس جهانی رو ما خیلی صعودی نمیبینیم. بریم سراغ طلای 18 ایار و ببینیم وضعیتمون به چه شکلی هستش. یادتون باشه من خدمتتون عرض کردم که یک واگرای منفی رو تقریبا توی چارت داریم میبینیم و همین واگرای منفی که خدمتتون عرض کردم باعث شده که طی 3-4 روز اخیر ما یک روند ریزشی رو داشته باشیم. اگه قیمت به این محدوده رنجی که کشیدیم کف اون برسه من فکر میکنم که بتونیم یک انتظارات برگشتی رو داشته باشیم، ولی هنوز هم تأکید میکنم محدوده 6400 شکستش رو پایین سخت است. محدوده 6200 میتونه به عنوان یک پارت از خرید ما باشه و خود محدوده 6400 هم به عنوان پارت کوچکی از خرید ما میتونه باشه، ولی محدوده اصلی که ما بایستی به فکر خرید باشیم 6 میلیون هستش. با توجه به اتفاقاتی که داره میفته من فکر میکنم که توی چند پارت ما باید خرید خودمون رو انجام بدیم و همونطور که میبینید EMA 52 هم به محدوده 6 میلیون رسیده. شکست EMA 52 رو پایین بسیار سخت هستش. بریم شاخص هموزن رو هم یک نگاهی بندازیم. خب اگه بخوایم یک نگاهی هم به شاخص هموزن بندازیم همونطور که خدمتتون عرض کردم محدوده 826000 واحد میتونه محدوده بسیار مهم باشه. به اونجا رسیدیم، یک حرکت برگشتی رو داشتیم، ولی نکته‌ای که وجود داره این هستش که حتی اگه ما به محدوده 860-70000 واحد هم برسیم هنوز روندی که وجود داره برای ما روند نزولی هستش. سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری رو ما تجربه کردیم. چه زمانی ما میتونیم بگیم که روند صعودی شده؟ زمانی که محدوده 877000 واحد رو بالا شکسته بشه و من فکر میکنم اگه قرار باشه قیمت به محدوده 870000 واحد برسه کار بسیار سختی رو داریم که دوباره بتونیم رو بالا حرکت کنیم، چون اخباری که وجود داره اخباری اون نیستن که ما بخوایم رو اونها حساب کنیم برای اینکه این محدوده ها رو بالا به راحتی شکسته بشن. خود اسیلاتورها هم نشونه های قدرت زیادی رو برای ما نداره و همونطور که میبینید RSI هم به محدوده 50 رسیده و یک حرکت برگشتی رو داشته. خب سریع بریم سراغ ایار رو که فکر میکنم صحبت کردیم و خدمتتون عرض کردم که محدوده 18000 تومان محدوده جذابی است برای خرید، ولی فعلا من فکر میکنم که بایستی به محدوده 18000 تومان برسه و اونجا بررسی کنیم ببینیم که آیا اونجا خرید انجام بدیم یا نه. اگه کندل هایی که شکل میگیرن کندل های قدرتمندی باشن رو به پایین شاید اونجا هم ما خیلی دنبال خرید نباشیم. اگه یادتون باشه ما راجع به بیت کوین صحبت کردیم و من این محدوده رو براتون مشخص کرده بودم و خدمتتون عرض کردم اگه قرار باشه این محدوده با قدرت رو پایین شکسته بشه، با کندل های قدرتمند رو پایین شکسته بشه، دنبال خرید نخواهیم بود. خب این محدوده رو پایین شکسته شد، تقریبا محدوده میتونیم بگیم که محدوده 91000 دلار رو پایین شکسته شد رو با کندل های بسیار قدرتمند. این کندل رو اگه بخوایم نگاه کنیم همونطور که میبینید قدرت این کندل واقعا قدرت بسیار زیادی هستش. برای من الان شرایطی که توی بیت کوین وجود داره یک شرایط نزولی هستش. حالا حتی اگه قرار باشه به ناحیه 91000 واحد هم برسیم میتونیم به عنوان یک
پول بک به ناحیه باکس شکسته شده به اون نگاه کنیم. اگه بیایم یک دونه کلون از این بگیریم و بیاریم پایین‌تر، من توی کانال تلگرام راجع به محدوده $75,000 صحبت کردم و فکر میکنم که اگه قرار باشه دوباره به این محدوده برسیم، این بار دیگه رسیدن به محدوده 75,000 واحد راحت تر باشه برای ما و حرکت سودی که خواهیم داشت دیگه واقعا قدرت اون خیلی زیاد نخواهد بود، چرا که هر بالایی که روی بیت کوین ما ببینیم فروشنده‌های زیادی سر و کله‌شون پیدا میشه و نباید انتظار داشته باشیم که یک حرکت سودی قدرتمند مثل اینجا رو داشته باشیم. اگه قرار باشه قیمت به همین محدوده حتی 91,000 واحد هم برسه، افرادی که ترس ریزش مجدد رو دارن به توی این محدوده فکر میکنم که فروشنده باشن توی بازار. از دیدگاه ایچیموکو هم یک نگاهی به چارت بندازیم. کل پارامترهای نزولی بودن توی چارت وجود داره. چیکو اسپن رو ببینید. چیکو اسپن موقعی که آزاد میشه از دام قیمت هایی که وجود داره، کندل هایی که وجود داره، خیلی راحت تر حرکت میکنه. اینجا رو نگاه کنید. من یک مقدار زوم کنم که بهتر دیده بشه. اینجا چیکو اسپن توی محدوده کندل هایی که وجود داشتن گیر کرده بود و موقعی که چیکو اسپن آزاد میشه، برای مثال اینجا رو ببینید، اینجا چیکو اسپن برای ما آزاد شده و یک حرکت قدرتمند رو بالا رو ما تجربه کردیم، ولی بعد از مدتی ما توی دام کندل هایی که وجود داشت گیر کردیم و بعد از تقریبا میتونم بگم که تقریبا 2.5 ماه از دام کندل ها آزاد شدیم و رو پایین هم بودش و خود این نشون میده که روندی که ایجاد شده، روند نزولی که ایجاد شده، روند قدرتمندی هستش. و اگه یادتون باشه من راجع به محدوده $100,000 خیلی صحبت کردم، جایی که سنکوی بی برای ما فلت شده بود و خود این نشون میده که چقدر ایچیموکو میتونه قدرتمند باشه برای پیش بینی بازارها. پس به طور کلی روی بیت کوین هر حرکت سودی که داشته باشیم و بعد از اون یک سیگنال بار و یک کیبار رو داشته باشیم، میتونیم وارد پوزیشن فروش بشیم. خب با توجه به اینکه مریض هستم و یک مقدار صدا هم گرفته، بابت گرفتگی صدا هم ازتون عذر میخوام. تا همینجا بررسی کافی هستش. من میخواستم یکی دو تا سهم از بازار رو هم تحلیل کنم، ولی با توجه به گرفتگی صدا و کیفیت پایین که احتمال خیلی زیاد وجود داره، این بررسی رو به شب‌های آینده موکول میکنم. خیلی ممنون از اینکه امروز هم تا اینجا با من همراه بودید. لطفاً اگه کانال رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید، مطالب رو برای دوستاتون بفرستید و نظرتون راجع به آینده قیمتی طلا، دلار، شاخص هموز و بیت کوین حتما به من بگید. شاد و پرسود باشید.